шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунавед. оғози гуфтори 19. چون آن پسر بچه به آشیانه بالا رفت، لیلی در را گشاده وارد خانه شد و همان بوی روغن به دماغش زد. دختر فهمید که دوران در آشخانه جنب و جور دارد و از پس در گلو روشن کرد. مرحمت گذارید، من حاضر گویان. دوران از آشخانه آواز داد و دختر دل و بیدلان توفله های ماهودار را به کفش های ماهودار عوض نموده به طرف آواز حرکت کرد. ببخشید که به پیشوازتان نبرآمدم. قریب روغن در گرفته بود. در دستشویک دستهایش را شسته ایستاده گفت دوران: این صبح بر وقت هستید کو؟ شکمم از گرسنگی تنبور نواخت. باور نما لیلی خانم، 2 روزی رسا قریب که لقمه به دهان نبردم. دیشب خیلی دیر آمدم و چنان مانده شده بودم که راست گفتن که مارگزیده را خواب میبرد و گرسنه را نه. محض برای همین بر وقت از خواب خستم. آه کاش که نمیخستی، من تو را در همان احوال آن صبحگاهان میدیدم. به جانم قسم که قصد خش از تو میره بودم. از دل گذران دختر و با آواز شنوا گفت: بر وقت خستی و قریب خانه را آتش زدی. چی کنم؟ احوال مجرد همین، گفت دوران و از دل گذران که اگر دختر ساعت پیشتر می آمد و دو دوایش اهمیت نداده او را به آغوش می گرفت. نصیب باشد یگان روز خودت هم صاحب زنی صاحب جمال می شوی. اگر شیف سایه مرا در دیوار نتراشد. خوش یگان نویگری هست. شما چی گمان دارید لیلی خانم؟ من شخصا خدا میگویم که نباشد. شیف چی میگوید؟ شیف تا هنوز نمایندش از مرز برنگشته است. شخیل برنگشته است. از کجا دارم؟ خیر گپ زن که صالح جلیل به دستاویز آمده بود. چرا خاموشی؟ یا میخواهی که خوب است یا بد، ولی من آن بار را یافتم. اکنون جانی من هم در دست خودش. لیلی جان، من نمیدونم چطور این خبر را به گوش شیف رسانم. خیر نخواد یگان علاجش نباشد. نمیدونم. ببین تو چیکار کردی؟ اگر همان وقت همه کار را انیق میکردی امروز در گرداب نمیماندیم. حالا که وی نماینده شیف از مرز برنگشته است، یگان علاجش را یاب. کوشش میکنم ولی وعده نمیدیم که خبر نتیجه نیک میدهد. همش به خودت وابسته. گویان دوران به نیو نیستانی لیلی نگاه نکرده دسترخوان آراست. من سری قدم به مغازه خوراکواری در آمدم. خواستم برایت پنیری هالندی بیارم ولی نبوده است. پروا نکن، در اینجا همه چیز هست. من هنوز چشمی روز نکفیده در فکر آرام کردن نفس شدم و همه چیز را دریافت کرده آمدم، گفت دوران و روی دسترخوان را از انواع گوناگون پر کرد. عجب دنیاه. ببین برغم مرگ زندگی آفریده و برغم مردمی ترسو دلیران را و برغم درویه ها راستگاران را و عجیب که برغم منقورت صفتان چه آفریده باشد. از دل گذران دختر و با آوازی شنوا گفت: بس از دیگر در دسترخوان جای نماند. هیچ غم نه لیلی جان، شما هر روز مهمانی ما نیستید که من نمیدانم در این صبح صادق خار و خس را که از راهتان گرفته است و میل این منزل نمودید. اگر راستش را گویم ترس. میفهمی من از ترس جان خش به اینجا آمدم و گمان داشتم که تو کفالت بیبار آمدن صالح جلیل را میدهی، ولی میبینم که خطا کردم. اکنون اندیشه آن را دارم که چطور این خبرشون به گوش شیف برسانم. میگویند که از سخن یک مار از لانش بیرون میشود. خیر خودت یگان علاجش را یاب. از 2 سر شیف باید خودت را گوش کند. چرا این صبح فقط کلمه مار از زبانتان دور نمیشود؟ در آمدی گپ گفتم یا خطا کردم؟ خطا کنه، ولی مردمان بر آن عقیده‌اند که کسی در موضوع مار صحبت میکند خود مورد غیبت دیگران قرار دارد. پس حالا ما را کسی غیبت نموده ایستاده است؟ به فکرم همین خیال است. در همین وقت زنگ در صدا داد و هر دو لحظه خاموش شدند. زنگ در باز صدا داد. یگان کس از قفات نآمده بود؟ پرسید دوران. نه، چی بود؟ عجیب که 9 شبانه روزی در اینجا بودنم باری اول صدای زنگ در رو میشنوم. خیر من یک رفته بینم کیست؟ نه بهترش من خودم. گویان گردآفرید
و پسی در رفته از چشمکی در به بیرون نگریسته پس گشت. یک جوان پپکای قلم در دست پشت در ایستاده است. نه، من او را نشناختم. زنگی در بار سوم صدا داد و دوران پشت در رفته از چشمکی در میدانچه آشیانه سوم را از نظر گذرانیده آواز روشن کرده پرسید که شما کیستید و مطلبتان چیست؟ من از خواجگی کمونالی شهر، اداره ما مقصد عوض کردن قبورهای آب را دارد و ما اینجا امضا جمع میکنیم. آواز داد جوانی در پشت در بوده. برای من فرقش نیست که اداره شما چی مقصد دارد. حالا همه قلاب شدگی، مرا به حال خود گذار. نخواهد اختیارتان گویان جوانی در میدانچه بوده زنگی در روبروی را پخش کرد و جوان زن بیرون آمد. جوان باز همان سخنی خویش تکرار کرد و جوان زن به حجتهای در دستش بوده امضا گذاشت. همه این حالت را دوران از چشمکی در نظارت کرد و وقتی که کارمند کمونالی به آشیانه چهارم برآمد او از پسی در دور شد. کی بوده است؟ کارمند خواجگی کمونالی شهر برای عوض کردن قبورهای آبگذر امضا جمع کرده است. به حجتهایش امضا گذاشتی؟ همینش نمی رسید، لیکن او را به جاش شناندم. از پشتی در خندیده گفت دختر. از پشتی در، ولی سخنم نشان رس بود. چون تیری فلخمان، نه چون تیری افتمتی آورده خودت. بهتر می شد که تو درباره آن افتمت فراموش می کردی. ببخش. خیر، من خستم. نه، من شما را رفتن نمیمونم تا یک پیاله چای مرا نگیرید. یگان روز در خانه‌تان که مهمان شدم ضیافتتون را هم نوش جان میکنم. رفت و شیخ مرا پرسد خوب نمی شود. آن مسئله را چی کنیم؟ برای همین رفتنم لازم کنی ببینم که شیخ خبر را چطور قبول میکند. شاید آمدن نماینده‌اش را از مرد انتظار شویم. در آن صورت تبعی ما پذیرفتن نخواهد شد. خیر، اکنون همه امیدم به خدا لیلی جان. هرچی از دستم بیاید میکنم. دختر چون فهمید که دیگر استادنش معنی ندارد از جا برخاست و تأکید کرد که دوران به یگان جان نرود. فهمیدم لیلی جان، من هر لحظه آمدن خودت را انتظارم. کاش که به نماینده می آمدی. کوشش میکنم. گویان لیلی در را گشاد و از زینه ها پایان رفت. دوران باز بین آن 4 دیوار بتونی زار و مستر ماند. او دیگر به پشت تیرزه هم نرفت. اکنون جان او در دست لیلی بود. لیلی لحظه پیش بینا توقف نمود و به طرف راهی کلان حرکت کرد. اصلا کارها در عین وقت موافق طبع او بودند. در روی راه او تاکسی را منع کرد. مظفر سفر و عبدالرشید شریف او را دنبالگیر شدند. حمید جاوید این صبح پیاده از کار آمد. در راه گروه بچه‌ها و دخترکان عزم مکتب روی داشتند. اصلا چند ماه آخر او کوچه های گلاباد را اینقدر زیبا ندیده بود. به سیمای طالب علمان نگریسته آینده ملت را پیش نظر آورد. اکنون حس خودشناسی ملی خیلی بلند شده بود. در مکتب‌ها تاریخ پره این ملت آموزنده میشد. گلابادی‌ها نسبت به مردم شهر تمدنی شرقیانه داشتند و همین حالت طرز زندگی آنها را نه تنها کاسته بلکه در قیاس با مردم شهری زیباتر میکرد. به مهنت دوستی این مردم احسن نگفتن به انصافی بود، چون که به همه سختی طبیعت نگاه نکرده مردم محل به آینده با نظری نیک می نگریستند. اصلا کشتکاری بهاری در گلاباد ماهای می ایون سر می شد و آن هم با یک زحمتی زیاده. مردم بعدی عید نوروز 5-6 مراتبه قطعه زمین خیش را خاک پاشیده سیاه می کردند و با امیدی روزی فردا غله‌دانه می کاشتند. حمید جاوید به تل و تپه های اطراف گلاباد نظر کرد. همه جا سبز منور و قبل نوشیروانی حلیم مثل بهشت. حالا که در دیگر محل ها گندم را کیها درویدند و کوفته بودند، تل و تپه های گلاباد در زیر غله‌زاران سبز موج میزد. رفت اگر زمستان بر وقتتر بیاید، غله زیر برف مانده به خوراک چاروا تبدیل می آبد. به همه سختی های طبیعت گلاباد چون نگین در انگشت دستی مردمش بود. دیروزا از سر همین مسئله با نوشیروان حلیم بحث کرد، ولی مصاحبش آنقدر گلاباد را بها داد که چه جایی شپه وطن از آن جای سر می شود که خونی ناف ریخته است و طفل قدم های اولین خیش را روی زمین آن گذاشت. از چشم سارانش آب نوشیده و به طبابت خیش از گیاها و نباتاتش استفاده برده است. وطن آنجاست که زندگی خوش گذرد. بهر مردم شرق هیچگاه شعار نبود، نیست و نمی شود.
شرقیان در وطن دوستی بی‌نظیرند. آنها با همان نارسایی‌های روزگار خود را در دیار خویش امیر می‌حسابند. بیتی گدا در وطن میرد امیر است، امیری بی وطن خوار و ذلیل است. یا خود یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، ای کاش گدا بودی به کنعان خوشتر. شاید از همین دلبستگی زیاد شرقیان نسبت به وطن و وطنداری سرچشمه گرفته باشد. حمید جاوید سری همین فکر و اندیشه ها چی طور پای بر آستانه ملیسا ماندنش را نفهمید. نوبدار که به طور رسمی نیتی گزارش دادن داشت، با اشاره لازم نیست مهری خاموشی به لب زده از قفای سردار تا اتاق کاریش رفت. تنها بعدی به کرسی نشستن او از بعضی ناحیه پرسان شد. نوبدار سردار را از بعضی حادثه و واقعه‌های شبانه روز گذشته آگاه نموده گفت که همین صبح از ناحیه مرکزی طریق تلفاکس خبری عاجلی گرفتند. چند وقت شد؟ نیم ساعت پیشتر. با امر سردار نوبدار رفته متن خبری عاجلی را گرفته برگشت. حمید جاوید عینکش را به چشم گذاشته کاغذ را به دست گرفت. به سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد پتپکانی که ملیسا حمید جاوید، خبری عاجلی. شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی در اساس درخواست شما طی چند روز اخیر حیات و فعالیت ساکنی کوچه گل سرخ 28/3 خانه 16 خواجه و لیلی انور رامنه را مورد آموزش و سنجش اپراتیوی قرار داد. 2 سال قبل خواجه و بخشی مالیه فکولته اقتصادی دانشگاه ملی را ختم نموده تا حال در یگان جا کار نکرده است. خانه‌ای در گل سرخ بوده را او 6 سال پیش هنگام دانشجو بودنش خریداری نموده است. خانه 2 حجرگی بوده با مبل خارجی امپریال مجهز گردانده شده است. همچنین در خانه 2 یخدان کلان پامیر هفت و ماشین درزدوزی زینگر نیز هست. 2 سال پیش خواجه و автомашини شخصی تمغه والوا را به شهروند شهری اوش جمهوری قرقیزستان فروخته است. در عین وقت صاحب автомашини تمغه مرسدس 600 رقم دولتیش Y195501 PM است. تا به جایی که به ما دست داد معین نمودیم که خواجه و از یگان جا میراث نگرفته است. همچنین او به واسطه بازی‌های اسپورتی از جمله لتری پولی مالی و وام برکان نیز برده نکرده است. درباره راه‌های درآمدی خواجه و تا به امروز ما معلومات صحیحی در دست نداشتیم. مناسبتش با همسایگان سرد بوده، قریب که با کسی رفت و آمد ندارد. رسمی صالح جلیل را که به اختیار ما مانده بودید همسایه‌ها شناختند و خبر دادند که 6 سال آخر به خانه خواجه و رفت و آمد داشته است. دیروز کارمندان بخش اپراتیوی ما خواجه و را تا به کوچه فردوسی دنبالگیر شدند و حتی عملیات خرد نیز گذرانیدند. در خانه را که خواجه و به آنجا رفته است با کلید خویش گشاده وارد شده است. سپس به کارمندان ما میسر شده است که با بهانه گرفتن امضا برای عوض نمودن قبورها شخصانی در خانه بوده را تا به نزد در بیارند. سر اول در پس در خود خواجه و آمده است و هرچند او آواز نداده است کارمند ما او را شناخته است. تنها بعد زنگ سیوم مرد در پس در آمده گلو روشن نموده است و چون مقصد کارمند خواجگی کمونالی در اصل کارمند ملیسا را شنیده است به تفاوتی خویش را نسبت به عوض کردن قبورهای آبگذر بیان نموده است. از همین لحاظ ما خانه‌ای در کوچه فردوسی بوده را معین نمودیم که آن به نام جلیلوف نوروز صالحویچ ثبت نام شده است. خانه یک حجرگی بوده با مبل زمانوی مجهز است. ما همچنین توسط اداره گاز دیروز کارمندان خویش را همچون متصدی همین اداره وارد خانه نمودیم و او توانسته است که پنهانی مردی در آن خانه بوده را که خود را صاحب خانه معرفی نموده است رسم گیرد. هرچند رسم آنقدر روشن نیست ولی ما امینیم که شما شخصیت او را معین خواهید کرد، چون که این کار به ما دست نداد. تا هنوز ما وسیگی خواجه را به دوش داریم. رفت اگر شما نسبت به خواجه و معلومات بیشتری به دست آوردن خواهید میپرسیم به واسطه تلفاکس به این کار روشنی بیشتری اندازید. به خبری عاجلی رسمی شهروندی که در کوچه فردوسی 83/2 حجره 9 عکس برداری شده است علاوه کرده می شود. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی معیار ملیسا شریف زاده 2 سپتامبر.
بعد نه کاغذها رو بالای میز گذاشته، رسم را به دست گرفت حمید جاوید. رسم را او نشناخت. به هر حال پیوستگی را در رسم و مرگ صالح جلیل ندیده باشد هم ضرور دانست که رسم را به آنهایی که در موضع خشککدره نظارت می بردند نشان دهند. حمید جاوید گوشک تلفنی داخلی را برداشته از نوبتدار خواهش کرد که کاپیتان میلیسا ساربانی حامد و لیتنانت گوریزوف را به نزدش دعوت نمایند. چند دقیقه پس ساربانی حامد رخصت پرسیده وارد اتاق کاری سردار شد. همزمان کاپیتان میلیسا خبر داد که وکالتدار کافتکاو جنایتی گوریزوف را به کار فرستاده است. مرحمت، انا به خبری عاجل شناخت شود. گویان حمید جاوید کاغذهای در بالای میز بوده را به دست ساربانی حامد داده، خود تماکو درگیرانده نزد تیریزه رفت. بعد نه گفتنی ساربانی حامد سردار شعبه کارهای داخلی را از بین اندیشه ها بیرون آورد. او سری میز کاری برگشته در رو بروی ساربانی حامد نشسته گفت: رفیق کاپیتان، اگر ما به کامیابی هم نائل گردیده باشیم این تنها خدمت شماست. التماس این گپ ها را نگویید. قرصک همیشه از دو دست صدا می‌دهد. آنچه که تا به امروز ما به دست آورده ایم مهنت یکجایی یک کلکتیو بزرگ است. همچنین در این جاده خدمت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی نیز نظررس است. اگر شما به رازیبک شریفزاده زنگ نمی‌زدید به گمان بود که امروز ما سر این میز به مشورت نشینیم. عقیده شما را در این باره او به کاغذها اشاره کرد. دانستن می‌خواستم، گفت سردار شعبه کارهای داخلی. این همه حالا از نوگ خمیر فطیر است. دلیل از آنچه که سارا قلندر و درباره آن حجره در کوچه فردوسی داشتش خبر ندارد جای بحث هم نیست. به ضمن این خودی صالح جلیل صاحبی افتمشینی تیاتا بود. تیاتا داشتنش در حجتها ثبت شدگی، ولی به نام پسرش گذرانیدن خانه را باری اول می شنوم. و فکرم خانه به رفت تفتیشات یگان دیگرگونی نمی آورد. امینم که همین خیل می شود. نسبت به این رسم چی می گوید؟ رسم را به سمندر رحیم نشان دادن لازم می آید. به کارمندان خودمان چی؟ با آنها هم اگر او را بشناسند. به هر حال اگر هر دو طرف او را بشناسند باز بهتر. از روی نشانه هایی که ما در دست داریم به فکرم شخصی ناشناسی که در موضع خشککدره دیدن باید همین کس باشد. نمیدانم، ولی اگر در حقیقت ناشناس همین شخصی در رسم عکس برداری شده باشد او دیر یا زود باید از نو به این موضع تشریف آورد. مقصد این تشریفات چی خواهد بود؟ اگر خطا نکنم یافتنی باری است که صالح جلیل آورده بوده است. به فکرم آنی که به کشتار صالح جلیل دست زده است باری او را نیافته است. شاید صالح جلیل یگان خطر را حس کرده، بار را در یگان جا پنهان نموده، به طرفی راهی کلان آمده است و در بین راه از طرفی ناخلفی که آمدن او را انتظار بوده است به قتل رسانیده شده است. چون قاتل بار را در بر صالح جلیل نیافته است دو میخش از آن محل خاده کرده است. پس چرا او دویم باره کارمندان خودمان را که در نیمه دویم آن روز به همان منزل رفته بودند و همچنین از روی نشانداد سمندری رحیم که همان بیگاه به واسطه دوربین حرکت‌های ناشناس را تماشا کرده است، ناشناس در آن محل چیزی نمی‌کافته است؟ پس باید فهمیم که مقصد جستجوهای شخصی ناشناس چیست. کارمند خودمان که روز دوم ناشناس را در راه دیده است با باوری گفت که او در بارخلته‌اش چیزی نداشت. مادامی که او با بارخلته خالی برگشته است پس او بار را نیافته است یا یافته است و در یگان جا پنهان نموده است. پاسخ داد حمید جاوید: شاید همین طور هم باشد. به هر حال به عقیده من قاتل با امر کسی دست به جنایت زده است، چون او به بار به نزد سپارش دهنده برگشته است. سپارش دهنده شرطنامه طرفین را بنابر نبودن بار بیکار کرده است. به عقیده شما سپارش دهنده کیست؟ من گفته نمیتوانم، ولی ما نباید نظارت را از موضع خشککدره برداریم. گمان دارید که بعد بی‌براری کار ناشناس دیونباره به آن موضع برمیگردد؟ از احتمال دور نیست. این جواب شده نمیتواند، چون که ما نمیتوانیم یک عمر آن موضع را به زیر نظارت گیریم. قوه های ما همگی یک هفته میتوانند موضع مذکور را به زیر نظارت گیرند. به همینش ما باید امید بندیم. لیکن به فکر من ناشناس در همین روزهای نزدیک باز عزم تماشای موضع خشککدره را خواهد کرد. آخر او نمیتواند حصه خویش را از سپارش دهنده گیرد و مجبور است که باری را که برای آن شده دست به چنین جنایتی مدهش زد یابد. شاید رسم را همچنین به فیض‌الله برده نشان دهید. به فکرم قاتل اعضای دیگر جبهه است و به گمان است که رسم فرستاده رازیبک ایدیف را شناسد. به هر حال رسم خواجه و را هم به فیض‌الله نشان دادن لازم بود. این همه دو تازی زیادتی معنی ندارد.
فیض‌الله خواجه‌ایو را چون رسام تصویر کرد و من برابر دیدن رسم او در فرم رقم 1 خواجه‌ایو را شناختم. حال لیلی انور را از مد نظر دور کردن لازم نیست. اگر شخصی در رسم بوده در حقیقت خودی همون مرد ناشناس است که توجه موضوعی خوشکک‌درا را نموده باشد، دور نیست آن روز که او خودش به لیلی معرفی نکند. من هیچ نفهمیدم که خواجه‌ایو در این عملیات چی نقش بازیده است. نقش او را رفتی تفتیشات معین میکند. در عین وقت ما او را همچون هم اشتراکچی در جنایت ارزیابی میکنیم. به رازیبک شریفزاده چی گوییم؟ خواهش نماید که نظارت را از بالای مردی عکسش را فرستاده نیز پرزور نماید. تنها بعد آن که رسم را نشان دادید آن را شناختند. البته تنها بعد این. فردا مهلتی راحت خدمتیتان بود می شود. من خواهان آنم که شما حاصل کشت خش بگیرید. اگر زید نباشد من یک بار دیگر به غیور نبات وش زنگ زنم. زید نیستم. در نیمه دویم روز ماه سپتامبر شریفزاده با خبر عاجل خش که صبح همین روز به واسطه تلفکس به ناحیه گلاباد فرستاده بود جواب گرفت. چون همکاران گلابادی از خبر صبحگاهی آنها قناعتمند شده بودند و وسیع نمودن عملیات جستجویی را طلب داشتند، معیار ملیسه شریفزاده تشویش و ترددهای همکاران گلابادی و در کدام وضع قرار داشتن آنها را پیش نظر آورد. او هیچ فهمیده نمیتوانست که چرا همکاران گلابادی ساکن ناحیه آنها خواجه‌ایو را در کشتار صالح جلیل گمانبر می‌دانند. آخر اگر خواجه‌ایو قصد جان صالح جلیل میکرد، از همه بهتر برای عملی کردن مقصدهای ناپاک خویش استفاده زهر و یا دوز بلندتری هروئین کفایه بود. در آن صورت به گمان بود که حادثه مذکور برای او سایه افکند و اگر چنین حادثه در کوچه فردوسی رخ میداد، آن را حتی خودکشی هم ارزیابی میکردند. برای این همه اساسا نیز بودند. صالح جلیل 3 سال مورد جستجوی ملیسه قرار داشت و عاقبت به تعقیب ملیسه تاب نآورده به خودکشی دست زد و یا از معیار زیاد هروئین استعمال کرده به هلاکت رسید. عجب نیست که همه آن دولت و سولت لیلی انورمون دستمایه صالح جلیل باشند، ولی آنها به طور رسمی مال خودی خواجه‌ایو حساب میشوند و به گمان بود که بعدی به جوابگری کشیدن صالح جلیل هم او جای و جلال خیش از دست میداد. آخر کمند راههایی در آمد. شخصی که نانی خوردن نداشت اکنون صاحب قصر است و برعکس آنهایی که در زمان سویتی صاحب منصب و وظیفه بودند در عین وقت قریب تلبنده شدند، چون که هم قدمی زمانه شدن نتوانستند. دیروز کارمندان ما دخترک نابالغ را دستگیر نمودند که در ساعت دستش هروئین جای داده. مادامی که دختر نابالغ و چنین راه رفته است، پس بازار نشأ جلابان در اوج است. اکنون یاب و گیر که در همه ساعتهای دستی هروئین نیست. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار 19 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.